ایشان سید مطهر اسام‌الدین زاده سرخطیب سابق مسجد مرکزی نویه دنقره امام خطیب مسجد نو مرکزی دوشنبه تعیین شده است. اسام‌الدین زاده که 58 سال و فرزند دارد، ختم کرده رشته زبان و ادبیات تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان بوده. به گفته خودش تحصیلات رسمی دینی ندارد، ولی در شورای علما گفتند که ایشان نفر دانشمند، تقوادار و دارای آداب بلند اسلامی است. این مسجد که بر پایه بیش از 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری دولتی قطر ساخته شد، با توان گنجایشش 133,000 نمازگزار در یک وقت کلانترین مسجد نه فقط تاجیکستان بلکه تمام آسیای مرکزی به شمار می رود. مسجد نو تازه روز 8 یونیو سال 2023 با اشتراک امیر قطر و پرزیدنت تاجیکستان گشوده شد، ولی روز 9 ایون در اینجا نماز جمعه برگزار نشد. مسئولین گفتند که نخستین نماز جمعه در مسجد نو روز جمعه آینده 16 ایون دایر می شود، ولی این مسجد برای ادای دیگر نمازهای 5 وقته باز می باشد. با این حال مقامات از تعیین امام خطیب به مسجد نو خبر دادند. از کمیته دین بعضی پلیس خبر دادند که سید مطهر اسام‌الدین زاده سابق سرخطیب مسجد جامع نویه دنقره چند پیشتر در موافقه با کمیته دین و با قرار هیئت خطیبان امام خطیب کلانترین مسجد تاجیکستان تعیین گردیده است. ایشان سید مطهر اسام‌الدین زاده از روی دانش، تقوا و کمال آداب و اخلاقش با قرار هیئت خطیبان در موافقه با کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم سرخطیب مسجد جامع نو دوشنبه تعیین گردیده است. گفتند در کمیته دین سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی یا سابق مفتیات بعض پلیس نیز این تعیینات را تصدیق کرده گفته است که ایشان سید مطهر اسام‌الدین زاده سالها امام خطیب مسجد جامع مرکزی نویه دنقره بوده و از جانب شورای علمای تاجیکستان به این وظیفه تعیین گردید. مفتی در خصوص تحصیلات دینی امام خطیب کلانترین مسجد تاجیکستان مشخصا چیزی نگفته است، ولی تاکید کرده است که ایشان سید مطهر اسام‌الدین زاده دانش خوب دینی و استعداد سخنوری دارند. و اما خود امام نفتعین سید مطهر اسام‌الدین زاده در صحبت به سامانه آیله گفته است که او علاقه 3 سال باز سرخطیب پایتخت است. به گفته اسام‌الدین زاده او سال 1965 در نویه دنقره به دنیا آمده، صاحب فرزند است و هنوز 5 ینور سال 2020 با پیشنهاد پرزیدنت کشور و قرار هیئت امام خطیبان در موافقه با کمیته دین سرخطیب مسجد نو شهر دوشنبه تعیین شده بود. سید مطهر اسام‌الدین زاده در این مصاحبه اعتراف کرده است که معلومات دینی ندارد. من ختم کرده فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان بوده، از سال 2014 تا 2020 باعث امام خطیب مسجد جامع مرکز نویه دنقره و کارمند کمیته دین تنظیم عنعنه و مراسم ها در این نویه فعالیت داشتم. تحصیلات دینی ندارم. سال 1965 در این نویه تولد شده، صاحب فرزندم، گفته است او به آیله. در شورای علما به آیله در مورد شخص اسام‌الدین زاده گفتند که ایشان نفر دانشمند، تقوادار و دارای آداب بلند اسلامی است. مسجد جامع مرکزی دوشنبه که روز 8 یونیو باز شد به نام اساسگزار مذهب حنفیه امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت گذاشته شد. مسجد در میدان 12 هکتار بنیاد شده، توان گنجایشش 133,000 نمازگزار در یک وقت دارد که از این شمار 43,000 نمازگزار می توانند در داخل بنای مسجد جا